بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، سبب آفرینش مخلوقات برای معرفت الله تعالی است و برای یک و یگانه عبادت کردن اوست که این توحید است. دلیل قول الله سبحانه و تعالی در سوره زاریات آیت 56. الله تعالی می فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نآفریدم مگر برای آنکه تنها مرا عبادت کنند. مفسرین کرام از جمله کلبی، مجاهد، ابن جریج، اینها همه معنای الا لیعبدون را تفسیر کرده گفتند که مگر تنها مرا پرستش بکنند و تنها مرا بشناسند. یعنی سبب آفریده شدن جنها و انسانها محض برای الله سبحانه و تعالی را یک و یگانه پرستش کردن است. نه فقط الله تعالی جنها و انسانها را به این خاطر آفرید، بلکه آسمانها و زمینها را نیز به این خاطر آفرید. در سوره طلاق الله سبحانه و تعالی سبب آفرینش عالم را بیان کرد: الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله سبحانه و تعالی ذات است که 7 قبض آسمان را آفرید و از زمین نیز مثل آسمان ها آفرید. بین آسمان ها و زمین ها امر و فرمان پروردگار نازل می شود. لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، تا اینکه شما بدانید که الله سبحانه و تعالی به همه کار قادر است و البته الله تعالی تمام مخلوقات را با علم خود احاطه کرده است. علامه محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه در تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن گفتند: والغرض الاساسی تنبیه الخلق على عدم قدرت الله تعالی. مقصود اساسی گفتند از سیاق این آیت آگاه کردن خلق، با خبر کردن خلق به بزرگی قدرت الله تعالی، چون در قولش خبر داد که تا اینکه شما بدانید که الله به همه کار قادر است و الله تعالی با علم خود تمام مخلوقات را احاطه کرده است. یعنی برای آنکه شما این بزرگی صفاتهای قدرت و صفاتهای علم خدا را بیاموزید و بدانید، الله تعالی این مخلوقات را آفرید. در حقیقت الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین ها را بیهوده نآفریده است. در سوره صاد صراحتا پروردگار گفت: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. و ما آسمان و زمین را و آن مخلوقاتی که بین آسمان و زمین هست بیهوده نآفریدیم. این فکر آنهایی که کافر شدند، پس وادی در جهنم ویل باد، وادی در جهنم برای آنهایی که کافر شدند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب تلبیس الجهمیه فی تأسیس بدعهم الکلامیه گفتند: وهذا نص صريح في أنه إنما خلق هذه الأشياء ليعرف بها ويعبد. این گفتن مقصد سوره طلاق، آیت سوره طلاق نص صریح است، یعنی لفظ روشن و واضح است با آنکه الله سبحانه و تعالی این مخلوق ها را آفرید تا اینکه شناخته شود و عبادت کرده شود. و ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب جواب الکافی گفتند که فاخبر سبحانه ان القصد بالخلق والامر ان يعرف باسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به.
مقصود اساسی از آفریدن مخلوقات و امر و فرمانهای پروردگار که پیوسته بین زمین و آسمان ها نازل می شود، اینکه الله تعالی با نامهایش و صفاتهایش شناخته شود و یگانه عبادت کرده شود و به او چیزی را شریک آورده نشود. ببینید این از فضیلت توحید که حتی آسمان ها و زمین ها و تمام عالم را الله تعالی آفرید تا اینکه مردم او را یکه و یگانه بشناسند و او را یکه و یگانه پرستش کرده به او چیزی و کسی را شریک نمانند. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.